شما نواپاد رو میشنوید. درود بر شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من فرشید هستم و ممنونم که یک بار دیگه نواپاد رو برای شنیدن انتخاب کردیم. خب تا الان 8 فصل رو تموم کردیم، یعنی دقیقاً 8 چالش رو با هم دیگه انجام دادیم و یه جورایی داریم نتیجه چالش ها رو کم کم میبینیم. این برای خود من اتفاق افتاده. امیدوارم شما هم بهش پایبند باشین و انجامش بدین. حالا اگر این اولین اپیزودیه که دارین از زندگی نامه آقای دیوید گاگینز میشنوین، لطفاً حتما به فصل اول قسمت اول مراجعه کنین که من لینکش رو الان این بالا براتون میذارم و از اولین قسمت این زندگی نامه رو بشنوین و چالشاش رو انجام بدین. اگرم تا حالا کانال من رو سابسکرایب نکردید، حتما این کار رو انجام بدین. دکمه زنگوله کنارش رو هم بزنید تا در جریان قسمت‌های بعدی این زندگی نامه قرار بگیرین. اگر موافقید بریم قسمت اول از فصل 9 کتاب نمیتوانی به من آسیب بزنی، زندگی نامه آقای دیوید گاگینز رو با هم بشنویم. فصل 9، خاص بودن در میان خاصها. داروی بیهوشی وجودم را گرفت و احساس کردم میچرخم و به عقب کشیده میشوم تا اینکه در صحنه‌ای در گذشته‌ام فرود آمدم. نیمه شب در جنگلی راه میرفتیم. حرکاتمان مخفیانه و بی صدا ولی سریع بود. باید اینطور می بود. کسی که ضربه اول را بزند اکثر اوقات پیروز نبرد است. به بالای مسیری رسیدیم و زیر دسته ای از درختان مرتفع ماهون در جنگلی 3 سایه‌بانی پناه گرفتیم و با دوربین دید در شب اهدافمان را دنبال کردیم. با اینکه آفتاب نبود، گرمای حاره‌ای شدید بود و عرق مانند قطرات شبنم روی شیشه پنجره از 2 طرف صورتم پایین می‌ریخت. 27 سالم بود و رؤیای رمبو و جوخه من به واقعیت تبدیل شده بود. 2 بار پلک زدم و نفسم را بیرون دادم و با علامت افسر مسئول شلیک را شروع کردیم. کل بدنم همراه با ریتم M60 میلرزید، مسلسلی با بند و قطار فشنگ که دقیقه‌ای 500 تا 650 گلوله شلیک میکرد. همانطور که قطار 100 گلوله‌ای اسلحه را تغذیه و لوله اسلحه را شعله ور می‌کرد، سیلی از آدرنالین در جریان خونم سرازیر شد و مغزم را اشباع کرد. حواسم جمع شد. به چیزی دیگری جز خودم و اسلحه‌ام و هدفی که بدون اندکی پشیمانی پاره پاره اش می‌کردم نمی‌اندیشیدم. سال 2002 بود و تازه تمرین BUDS را تمام کرده بودم و به عنوان عضو تمام وقت یگان ویژه رسما یکی از قوی ترین و خطرناک ترین مبارزان و سرسخت ترین انسانهای روی زمین بودم، یا حداقل خودم اینطوری فکر میکردم. ولی این داستان مربوط به سالها پیش از افتادنم در تله فوق ماراتون ها بود. هنوز 11 سپتامبر زخم تازه و عمیقی در اذهان عمومی مردم آمریکا بود و اثر موجی آن همه چیز را برای افرادی مانند من تغییر میداد. مبارزه دیگر حالتی فکری خیالی نبود که آرزویش را داشته باشیم. در کوهها و روستاها و شهرهای افغانستان واقعی در حال ادامه بود. در این میان ما در مالزی لعنتی لنگر انداخته بودیم و منتظر دستور بودیم، به امید اینکه به جنگ ملحق شویم و مانند خود جنگ تمرین کردیم. بعد از BUDS به سراغ آموزش احراز صلاحیت یگان ویژه رفتم و قبل از ورود به جوخه اولم رسما نشان تریدنتم را کسب کردم. تمریناتم با مانورهای نبرد جنگلی در مالزی ادامه یافت. با طناب از صخره پایین می آمدیم و از بالگردهای معلق با طناب بالا و پایین می رفتیم. بعضی ها آموزش می دیدن تا تکتیر انداز شوند و از آنجا که من سنگین ترین فرد یگان بودم، آن زمان وزنم به 113 کیلوگرم برگشته بود. وظیفه حمل خوک نصیبم شد. این اسم مستعاری است برای اسلحه M60، زیرا مانند خوک مزرعه صدای خرخر می دهد. اکثر افراد از وظیفه حمل خوک وحشت داشتند، ولی من عاشق آن بودم. خود اسلحه 9 کیلوگرم و هر یک از قطارهای 100 گلوله‌ای آن 3 کیلوگرم وزن داشت. من 6 یا 7 تا از آنها به همراه اسلحه و کوله پشتی 23 کیلوگرمیم را هر جا که می رفتیم با خودم حمل می کردم و از من انتظار داشتند که سرعتم مانند بقیه باشد.
چاره‌ای نداشتم. طوری تمرین می‌کنیم که انگار جنگ است و برای شبیه سازی جنگ واقعی باید از مهمات واقعی استفاده کنیم تا بتوانیم اصول مبارزه یگان ویژه را به بهترین نحو انجام دهیم. شلیک، حرکت و ارتباط. یعنی باید هدفگیری را بدون نقص انجام میدادیم. نباید اجازه میدادیم اسلحه مان هر جایی شلیک کند، وگرنه سوانح شلیک به خودی رخ میداد و به همین دلیل تنظیم عضلات و توجه به جزئیات بسیار مهم است تا بدانید با توجه به محل همرزمهایتان در هر ثانیه کجا را هدف قرار میدهید، مخصوصاً وقتی مسلح به خوک هستید. حفظ استاندارد امنیتی بالا و نشانگیری دقیق و کشتن هدف چیزی است که عضو متوسط را به نیروی خوب تبدیل می کند. اکثر مردم گمان می کنند وقتی عضو یگان ویژه می شوید دیگر برای همیشه آنجا می مانید، ولی درست نیست. خیلی زود فهمیدم که مرتب امتحانمان می کنند و به محض اینکه عنصر ناامن تشخیص داده شویم، چه تازه وارد باشیم و چه اپراتور با تجربه، اخراج می شویم. من یکی از 3 سرباز جدید اولین جوخه ام بودم. یک نفر مجبور شد اسلحه اش را تحویل دهد زیرا ناامن عمل می کرد. 10 روز در جنگل مالزی راه می رفتیم. در تختهای توری می خوابیدیم. قایقهای چوبی را پارو می زدیم. روز و شب اسلحه با خود داشتیم و آن یک نفر مثل جادوگر خبیث غرب یک چوب جارو را با خود حمل می کرد. حتی با وجود آن هم نتوانست درست عمل کند و اخراج شد. فرماندهانمان در اولین جوخه هم نمیگذاشتند کسی خیال برش دارد و من به خاطر این موضوع به آنها احترام میگذاشتم. اخیراً دانا دکاستر به من گفت توی مبارزه هیچ کسی یهو به رمبو تبدیل نمیشه. دانا نایب فرمانده اولین جوخه هم در تیم 5 یگان ویژه بود. اکنون او رئیس عملیات BUDS است. ما سخت زحمت میکشیم تا وقتی گلوله ها رها میشن به آموزش های خوبی که دیدیم تکیه کنیم و مهمه که آموزشامون اونقدر کافی بوده باشه که مطمئن باشیم از دشمن برتریم. ممکنه رمبو نشیم ولی خیلی بهش نزدیک میشیم. خیلی از مردم از دیدن تسلیحات و نبردهای مسلحانه یگان ویژه متحیر میشوند، ولی این قسمت از شغلم هیچگاه مورد علاقه من نبوده است. در آن خوب بودم ولی ترجیح میدادم به جنگ با خودم بروم. منظورم تمرینات فیزیکی سخت است و اولین جوخم همان چیزی بود که میخواستم. قبل از کار تقریباً هر صبح حسابی تمرین شنا و دو می کردیم. هدفمان هم فقط طی کردن آن مسافت ها نبود. رقابت می کردیم و افسرانمان پیش قدم بودند. افسر مسئول و دانا که معاونش بود از بهترین ورزشکاران کل جوخه بودند و فرمانده جوخه من کریس بک بسیار قوی بود. دانا گفت خنده داره، من و افسر مسئول هیچ وقت درباره فلسفه تمرین فیزیکی صحبت نکردیم، فقط رقابت کردیم. اون میخواست منو شکست بده و منم میخواستم اونو شکست بدم و این بود که باعث شد مردم بگن ما تمرینات فیزیکی رو چقدر جدی دنبال میکنیم. شکی نداشتم که دانا دیوانه است. به یاد دارم که قبل از اینکه به اندونزی اعزام شویم و در گوام و مالزی و تایلند و کره توقف داشته باشیم، چندین بار در جزیره سان کلمن کالیفرنیا تمرین شیرجه و قواسی کردیم. دانا دوست شنایم بود و یک روز صبح مرا به چالش کشید که در آبی با دمای 13 درجه سانتیگراد و بدون لباس قواسی تمرین کنیم، زیرا بازماندگان نیروهای یگان ویژه زمان آماده سازی در ساحل نورماندی برای حمله معروف دی‌دی در طول جنگ جهانی دوم همین کار را می‌کردند. گفت بیا مثل قدیما با شورت و چاقوی قواسی شیرجه بزنیم. ذهنیتی حیوانی داشت که من از آن لذت می بردم و نمیخواستم از این چالش صرف نظر کنم. با هم طول جنوب آسیا را شنا و قواسی کردیم. در آنجا در مالزی یگانهای نظامی برتر را آموزش دادیم و مهارت‌های یگان ویژه نیروی دریایی تایلند را تقویت کردیم. همان قواسانی که بچه‌های فوتبالیست را در تابستان 2018 از غار نجات دادند. آنها درگیر شورشی اسلامگرایانه در جنوب تایلند بودند. به هر جایی فرستاده می شدیم تمرین بدنی صبح را بیشتر از هر چیزی دوست داشتم.
خیلی زود همه در جوخه با هم رقابت می‌کردند، ولی با اینکه سخت تلاش می‌کردم نمی‌توانستم به پای 2 افسر برسم و معمولاً در جایگاه سوم بودم. اهمیتی نداشت، مهم نبود چه کسی برنده میشد، زیرا همه هر روز رکوردهای شخصی بهتری رقم می‌زدند و این چیزی بود که من از آن دوران به خاطر سپردم. محیط رقابتی قدرت دارد که تعهد و دستاوردهای کل یک جوخه را بیشتر کند. این همان محیطی بود که وقتی در دوره BUDS شرکت می کردم آرزویش را داشتم. همه طبق اصول یگان ویژه زندگی می کردیم. هیجان داشتم ببینم هر یک از ما به طور انفرادی و جمعی در نبرد چگونه خودمان را نشان می دهیم. ولی در حالی که آتش جنگ افغانستان شعله ور بود، تنها می توانستیم بشینیم و امیدوار باشیم که نوبت ما هم برسد. حمله به عراق را با هم در یک سالن بولینگ در کره از تلویزیون تماشا کردیم. بسیار افسرده کننده بود. برای فرصتی مانند آن سخت تلاش کرده بودیم. شاکله ما با آن همه تمرین فیزیکی تقویت شده بود و با اسلحه های قوی و آموزش تاکتیکی پیریزی شده بود. یگان مرگباری شده بودیم که می جوشیدیم تا سهمی داشته باشیم و این حقیقت که باز هم از ما استفاده نشده بود همه را عصبانی کرده بود. بنابراین هر روز صبح این ناراحتی را روی یکدیگر تخلیه می کردیم. وقتی دور دنیا می گشتیم در پایگاه ها با اعضای یگان ویژه مانند ستاره های راک برخورد می شد و بعضی ها حسابی از آن لذت می بردند. در واقع اکثر اعضای یگان ویژه از شب بیرون رفتن لذت می بردن، ولی من اینطور نبودم. من با زندگی به سبک اسپارتها وارد یگان ویژه شده بودم و عقیده داشتم شبها باید استراحت کنم تا انرژی بگیرم و ذهن و بدنم را برای مبارزه روز بعد آماده کنم. همیشه برای مأموریت آماده بودم و این طرز تفکر من برای بعضی ها قابل احترام بود، ولی افسر مسئولمان سعی می‌کرد من را تحت تأثیر قرار دهد تا آنقدر سخت نگیرم و یکی از بچه‌ها شوم. احترام زیادی برای افسر مسئول قائل بودم. او فارغ التحصیل آکادمی نیروی دریایی و دانشگاه کمبریج بود. فردی باهوش، ورزشکاری جذاب و رهبری بزرگ بود و در مسیر رسیدن به مقامی در گروه توسعه جنگاوری ویژه نیروی دریایی بود. بنابراین نظر او برایم اهمیت داشت. برای همه ما اهمیت داشت، زیرا مسئول ارزیابی ما بود و این ارزیابی ها همیشه با شما میماندند و در آینده در حرفه نظامی شما تأثیر داشتند. روی کاغذ اولین ارزیابی هم خوب بود. افسر مسئول تحت تأثیر مهارت‌هایم و تلاش زیادم قرار گرفته بود، ولی کمی نیز مرا نصیحت کرد. گفت ببین گاگینز، درک بهتری از شغلت پیدا میکنی اگه بیشتر با بچه ها بیرون بری. من خودم هم همینطوری تونستم تو میدون بهتر عمل کنم، با بیرون رفتن با بچه ها و شنیدن داستاناشون. خیلی مهمه که بخشی از گروه باشی. حرفهایش واقعیت‌های تلخی بودند. مشخص بود فرمانده و احتمالاً برخی از بچه ها گمان می‌کردند کمی با بقیه فرق می‌کنم. البته درست بود. از هیچ به آنجا رسیده بودم. به آکادمی نیروی دریایی نرفته بودم. حتی نمی‌دانستم کمبریج لعنتی کجاست. کنار استخر بزرگ نشده بودم. خودم باید شنا یاد می‌گرفتم و حتی قرار هم نبود عضو یگان ویژه باشم. ولی در نهایت موفق شدم. فکر می‌کردم همین مرا جزئی از گروه می‌کند. ولی بعد فهمیدم من فقط بخشی از تیم‌ها بودم، نه بخشی از خانواده. آیا باید بیرون میرفتم و بیشتر با بچه‌ها ارتباط برقرار میکردم تا ارزش خودم را ثابت کنم؟ برای فرد درونگرایی مثل من تقاضای بزرگی بود. اصلا فکرش رو هم نکن. به خاطر تعهد سختی که از خود نشان دادم وارد آن جوخه شدم و هیچ قصد نداشتم از پا بایستم. وقتی بقیه شبها بیرون بودن، من راجع به تاکتیک ها، تسلیحات و جنگ مطالعه می کردم. دانشجویی ابدی بودم. در ذهنم خودم را برای فرصت‌های آموزش می دادم که هنوز وجود نداشتند. آن زمان نمی توانستید برای عضویت در گروه توسعه جنگاوری ویژه نیروی دریایی تست بدهید مگر اینکه دومین جوخه تان را تمام می کردید. ولی من از قبل خودم را برای آن فرصت آماده می کردم و نمی خواستم خلاف اصول خود عمل کنم و قوانین نانوشته آنها را بپذیرم. گروه توسعه جنگاوری ویژه نیروی دریایی و نیروی دلتای ارتش بهترین های گروه های عملیاتی ویژه محسوب می شوند.
حساس‌ترین عملیات‌ها را به آنها می‌سپارند، مانند حمله غافلگیرانه به اسامه بن لادن. من از آن لحظه تصمیم گرفتم که نمیخواهم یک عضو ساده یگان ویژه باشم. بله، همه غیر عادی بودیم، سخت غیر عادی در مقایسه با غیر نظامی ها، اما این بار میدیدم که حتی در میان غیر عادی ها هم غیر عادی هستم و اگر قرار بر این بود قصدی برای تغییر آن نداشتم، حتی شاید خودم را از بقیه بیشتر جدا کنم. هنوز زمان زیادی از ارزیابی افسر مسئول نگذشته بود که مسابقه صبح را برای اولین بار برنده شدم. در 800 کیلومتر آخر از دانا و فرمانده مسئول جلو زدم و اصلاً به پشت نگاه نکردم. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. هر یک از مأموریت‌های جوخه 2 سال طول می‌کشد و در آخر دوره ما بیشتر بچه‌ها خودشان را برای استراحت آماده می‌کردند تا اینکه به جوخه بعد بروند. بر اساس جنگ‌هایی که آمریکا درگیرشان بود، اعزام شدن به جنگ تقریباً حتمی بود. من به استراحت تمایل یا نیاز نداشتم، زیرا غیر عادی ترین غیر عادی ها استراحت نمی کنند. بعد از اولین ارزیابی شروع به مطالعه شاخه‌های نظامی دیگر کردم و درباره نیروهای ویژه آنها اطلاعات کسب کردم. اعضای یگان ویژه تصور میکنن از همه بهترن، ولی قصد داشتم خودم این موضوع را ببینم. حدس میزدم در همه شاخه‌های نظامی افرادی هستند که در بدترین محیط‌ها میدرخشند. من به دنبال یافتن این افراد و تمرین کردن با آنها بودم، زیرا میدانستم که میتوانند باعث پیشرفتم شوند. به علاوه در جایی خوانده بودم که مدرسه تکاوران ارتش اگر بهترین نباشد یکی از بهترین مدارس فرماندهی در کل ارتش است. برای همین در طول اولین جوخه‌ام به افسر مسئولم 7 یادداشت نوشتم، به امید اینکه با رفتن من به مدرسه تکاوران ارتش در فاصله بین اعزام‌ها موافقت کند. به او گفتم که قصد دارم دانش بیشتری کسب کنم و به عنوان اپراتوری ویژه مهارتم را افزایش دهم. یادداشت‌ها درخواست‌های خاص هستند. 6 یادداشت اول من جوابی دریافت نکردند. هرچه باشد تازه کار بودم و برخی فکر می‌کردند باید تمرکزم را روی مهارت‌های جنگی خاص نیروی دریایی بگذارم، نه اینکه فکرم منحرف و درگیر نیروی منفور زمینی شود. ولی بعد از 2 سال خدمت در اولین جوخه‌ام اعتباری کسب کرده بودم و درخواست هفتمم به دست افسر فرمانده تیم 5 یگان ویژه رسید. وقتی امضایش کرد به هدفم رسیدم. افسر مسئول بعد از دادن خبرهای خوب گفت گاگینز، تو از اون عوضیایی هستی که دوست دارن یه زندانی جنگی باشن فقط واسه این که ببینن میتونن از پسش بر بیان یا نه. درست میگفت. میدانست به چه شخصی تبدیل میشوم، کسی که میخواست تا آخرین درجه خودش را به چالش بکشد. دست دادیم. افسر مسئول راهی مقر گروه توسعه جنگاوری ویژه نیروی دریایی شد و احتمالش وجود داشت که به زودی یکدیگر را آنجا ببینیم. به من گفت به خاطر 2 جنگ جاری برای اولین بار گروه توسعه جنگاوری ویژه نیروی دریایی روند استخدامش را تغییر داده است تا افرادی از جوخه اول را هم استخدام کند. از آنجا که همیشه به دنبال بیشترین بودم و ذهن و بدنم را برای فرصت‌هایی آماده می‌کردم که هنوز وجود نداشت، درست قبل از اینکه به مدرسه تکاوران بروم، یکی از معدود مردان ساحل غربی بودم که افسر تیم 5 یگان ویژه برای گذراندن فرایند انتخاب تیم سبز که برنامه آموزشی گروه توسعه جنگاوری ویژه نیروی دریایی بود تاییدم کرد. روند ارزیابی تیم سبز 2 روز طول می کشد.
اولین روز مربوط به میزان آمادگی جسمانی است که شامل 5 کیلومتر دویدن، 1200 متر شنا، 3 دقیقه درازنشست و حرکت شنا و بیشترین تعداد بارفیکس است. از همه بهتر ظاهر شدم، زیرا جوخه اول مرا به شناگری قوی و دونده‌ای بهتر تبدیل کرده بود. روز دوم زمان مصاحبه بود که بیشتر مثل بازجویی به نظر می رسید. تنها 3 نفر از آن کلاس 18 نفره برای تیم سبز تایید شدند. من یکی از آنها بودم که از نظر تئوری به این معنا بود که بعد از جوخه دوم 1 قدم به گروه توسعه جنگاوری ویژه نیروی دریایی نزدیکتر می شدم. برایش روز شماری می کردم. دسامبر 2003 بود و همانطور که انتظار داشتم شغل نیروی ویژه ام در حال بال گرفتن بود، زیرا مدام ثابت می کردم که غیر عادی ترین عوضی هستم و در مسیر دستیابی به لقب جنگجوی بی همتا باقی می ماندم. چند هفته بعد به فورت بنینگ در جورجیا رسیدم تا به مدرسه تکاوران بروم. ماه دسامبر بود و از آنجا که تنها عضو نیروی دریایی در کلاسی 308 نفره بودم، با تردید از جانب مربیان روبرو شدم، زیرا چند کلاس قبلتر چند عضو یگان ویژه آموزش را ناتمام رها کرده بودند. آن روزها اعضای یگان ویژه نیروی دریایی را برای تنبیه به مدرسه تکاوران می‌فرستادند. بنابراین آن دسته شاید نماینده های خوبی برای ما نبودند. من با اصرار بسیار به آنجا رفته بودم، ولی مربیان هنوز این را نمی‌دانستند. فکر می‌کردند من هم از آن آدم‌های از خود راضی یگان ویژه هستم. در عرض چند ساعت یونیفرم و همه اعتبار من و بقیه را ازمان گرفتند تا همه عین هم باشیم. افسران دیگر مافوق کسی نبودند و نیروهای مدال‌آور یگان ویژه مثل من با سایر نیروها فرقی نداشتند. باید کلی برای اثبات خودمان می‌کوشیدیم. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? روز اول به 3 گروه تقسیم شدیم و من به عنوان گروهبان اول فرمانده گروه براوو انتخاب شدم. این وظیفه به من رسید چرا که از گروهبان اول اصلی خواسته شد تا بعد تمرین مداوم بارفیکس مرامنامه تکاوران را بخواند، ولی آنقدر خسته بود که نتوانست. برای تکاور مرامنامه از همه چیز مقدستر است. مربی تکاوران از عصبانیت سرخ شده بود و در حالی که همه ما خبردار ایستاده بودیم تک تک افراد گروه براوو را برانداز میکرد. چشمانش به من خورد و گفت نمیدونم خیال میکنین کجایین، ولی اگه میخواین تکاور بشین انتظار دارم مرامنامه‌تون رو بدونین. برام خیلی روشنه که این رفیق ملوانمون مرامنامه تکاورا رو نمیدونه. مرامنامه را ماها مطالعه کرده بودم و می توانستم حتی وقتی برعکس روی سرم ایستاده بودم آن را از حفظ بخوانم. برای تأثیرگذاری بیشتر گلویم را صاف و صدایم را بلند کردم. اعلام می کنم که با علم کامل از خطرات این حرفه داوطلب تکاوری شده ام و همواره می کوشم که اعتبار، شرافت و روحیه والای سپاه تکاور را حفظ کنم. سعی کرد حرف من را قطع کند. عجب، انتظار نداشتم. ولی حرف من هنوز تمام نشده بود. اقرار می کنم که تکاور سربازی برجسته است که از زمین و آسمان و دریا وارد مرزهای نبرد می شود و می پذیرم که به عنوان تکاور کشورم از من انتظار دارد که سریعتر و جلوتر از همه پیش بروم و سختتر از هر سرباز دیگری بجنگم.
مربی تکاوری با یک لبخند کنایه آمیز سری تکان داد، ولی این دفعه اجازه داد ادامه دهم. هرگز همرزمانم را ناامید نخواهم کرد. همواره خود را از نظر ذهنی هوشیار، از نظر جسمی قوی و از نظر اخلاقی صادق نگه می‌دارم و همواره بیشتر از سهم خودم را بر دوش می‌گیرم، هر قدر که باشد، حتی 100% یا بیشتر. دلیرانه به جهان نشان می‌دهم که سربازی برگزیده و آموزش دیده هستم. احترام من به افسران مافوقم، تمیزی لباسهایم و مراقبتم از تجهیزات الگویی برای دیگران خواهد شد. با انرژی تمام در مقابل دشمنان کشورم می ایستم. در میدان نبرد آنها را شکست می دهم، زیرا من بهتر آموزش دیدم و با تمام قوا می جنگم. تسلیم برای تکاور معنی ندارد. هرگز اجازه نمی دهم همرزمم به دست دشمن بیفتد و تحت هیچ شرایطی آبروی کشورم را نمی برم. بیدرنگ شهامت درونی لازم برای ادامه نبرد در مسیر هدف تکاوری را به نمایش می‌گذارم و مأموریت را تمام می‌کنم، حتی اگر تنها بازمانده باشم. تکاوران پیشرو هستند. همه 6 بند را خواندم و بعد فرمانده با ناباوری سرش را تکان داد و به بهترین راهی اندیشید که خنده آخر را مال خود کند. تبریک میگم گاگینز، حالا تو گروهبان اول هستی. مرا همانطور هاج و واج با جوخه تنها گذاشت و رفت. وظیفه من بود که جوخه را بدوانم و مطمئن شوم که همه برای آنچه در پیش روی ما است آماده اند. یک جزءم رئیس، یک جزءم برادر بزرگ و یک جزءم مربی تمام وقت شده بود. در مدرسه تکاوری همین که بخواهید امتیاز ارزیابی‌های لازم برای فارغ التحصیلی خودتان را کسب کنید به اندازه کافی دشوار هست. اما من علاوه بر این باید از 100 نفر مراقبت می‌کردم و مطمئن می‌شدم همه چیزشان منظم و مرتب است. به علاوه هنوز هم باید مثل بقیه در آزمون‌ها شرکت می‌کردم، ولی این بخش آسان کار بود و در واقع به من فرصت می‌داد آرام باشم. از پس تنبیهات فیزیکی به راحتی برمی آمدم، ولی این بار روی کردم در انجام آن وظایف فیزیکی تغییر کرده بود. در تمرین BUDS همیشه اعضای قایق خودم را هدایت می کردم و اغلب از سر رفاقت به آنها سخت می گرفتم. ولی در کل عملکرد یا انصراف اعضای قایق‌های دیگر برایم اهمیتی نداشت. این بار فقط تلاش نمی کردم که خودم را نشان دهم، مراقب بقیه هم بودم. اگر می دیدم کسی در مسیریابی، پاسبانی، استقامت در دویدن یا بیدار ماندن در شب مشکل دارد، سعی می کردم همه دور هم جمع شویم تا به او کمک کنیم. همه این را نمی خواستند. تمرینات آنقدر سخت بود که بعضی از بچه ها وقتی سر آزمون و نمره گرفتن نبودند کمترین تلاش ممکن را می کردند و دنبال هر فرصتی برای استراحت و قایم شدن بودند. در 69 روزی که در مدرسه تکاوری بودم لحظه ای آسوده ننشستم. داشتم به رهبری واقعی بدل می شدم. کل هدف مدرسه تکاوری این است که به همه بفهماند که رهبری یک تیم سطح بالا چگونه است. تمرینات میدانی مانند مسابقه جستجو بود که با مسابقه استقامت ترکیب شده باشد. در طول 6 مرحله امتحانی ما را از نظر مسیریابی، اسلحه، مهارت‌های استفاده از طناب، مأموریت‌های شناسایی و در کل از نظر رهبری کردن می‌سنجیدند. امتحانات میدانی به خاطر سختگیری‌های وحشتناکشان معروف بودند و پس از خاتمه 3 مرحله آموزشی صورت می‌گرفتند. ابتدا برای مرحله فورت بنینگ به گروه‌های 12 تایی تقسیم شدیم و 5 روز و 4 شب در دامنه کوه ماندیم و هر شب فقط چند ساعت می توانستیم بخوابیم، در حالی که باید ظرف مدت تعیین شده از مسیرهای ناهموار غیر جاده‌ای بین ایستگاه‌ها می گذشتیم و وظایف خاصی را انجام می دادیم تا شایستگی خودمان را در یک مهارت خاص ثابت کنیم. سرپرستی گروه به طور چرخشی میان افراد عوض می شد. مرحله کوه از مرحله فورت بنینگ بسیار دشوارتر بود. این بار به تیم‌های 25 نفری تقسیم شده بودیم تا کوههای شمال جورجیا را طی کنیم. آپالاش در فصل زمستان به طرز ناجوان مردانه‌ای سرد می شود. شنیده بودم که برخی سربازان سیاه پوست که از کمخونی داسی شکل رنج می بردن در طول مرحله کوه جان خودشان را از دست داده بودند.
ارتش از من میخواست پلاک‌های ویژه‌ای با روکش قرمز به گردن داشته باشم تا اگر مشکلی پیش آمد دکترها بلافاصله به کمکم بیاین. ولی من رهبر گروه بودم و نمیخواستم اعضای تیمم فکر کنند ضعیفم. برای همین هیچ وقت از روکش قرمز برای پلاکم استفاده نکردم. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. And you ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. You can't stop what's moving. You can't stop what's moving. I'm changing my life and I won't look back ever again. در کوه در کنار دیگر مهارت‌های کوهنوردی یاد گرفتیم چطور صخره نوردی کنیم و با طناب از صخره پایین بیاییم. در تکنیک‌های کمین کردن و گشت‌زنی در کوه هم خبره شدیم. برای اثبات مهارتمان در 2 تمرین میدانی مجزا شرکت کردیم که نامشان FTX بود. در طول دومین FTX هوا طوفانی شد. بادهایی به سرعت 48 کیلومتر رو پر از یخ و برف زوزه می‌کشیدند. کیسه خواب و لباس گرم نداشتیم و باز هم آذوقه کمی داشتیم. برای گرم نگه داشتنمان فقط یک کت کتان بارانی و همدیگر را داشتیم که خودش مشکلی بود، زیرا بوی تعفن هوا از خودمان بود. آنقدر بدون تغذیه مناسب کالری سوزانده بودیم که همه چربیمان را از دست داده بودیم و بدنمان برای به دست آوردن سوخت به تجزیه ماهیچه هایمان روی آورده بود. بوی تعفن باعث می شد آب از چشمانمان بیاید، باعث رفلاکس معده و تهوع می شد. تنها چند متر جلوتر را می دیدیم. نفس بچه ها خسخس می کرد و سرفه می کردند و می لرزیدند و چشمشان از وحشت گرد شده بود. مطمئن بودم آن شب یکی از یخزدگی، سرمازدگی یا ذات‌الریه می میرد. هر موقع در طول آزمون‌های میدانی توقف می‌کنید تا بخوابید، استراحت کوتاه است و موظفید امنیت را در 4 جهت حفظ کنید. ولی در مقابل آن طوفان جوخه براوو تسلیم شده بود. آنها مردان استواری بودند که غرور زیادی داشتند، ولی بیشتر از همه روی زنده ماندن خود تمرکز کرده بودند. تصمیمشان قابل درک بود و مربیها هم اهمیتی نمیدادند، زیرا در شرایط اضطراری آب و هوایی بودیم. ولی برای من آن شرایط فرصتی بود که خودم را نشان بدهم و رهبریم را در عمل اثبات کنم. از نظر من آن طوفان زمستانی صحنه‌ای بود برای تبدیل شدن به مردی غیر متعارفتر در میدان مردان غیر متعارف. فرقی نمی کند چه کسی باشید، زندگی به شما همچنین فرصت‌هایی می دهد تا ثابت کنید خاص هستید. از میان همه اقشار کسی پیدا می شود که از این لحظات لذت می برد و وقتی چنین کسی را می بینم فوراً تشخیصش می دهم، چرا که اغلب آن عوضی است که تک و تنها پیش می رود. کارمندی است که نیمه شبها هنوز در دفتر است در حالی که بقیه در بار هستند. کله خرابی است که بعد از عملیاتی 48 ساعته هم مستقیم به باشگاه می رود و تمرین می کند. آتش نشانی جنگلی است که به جای خوابیدن بعد از 24 ساعت نبرده با آتش باز هم اره برقی خود را تیز می کند. این ذهنیت برای همه ما وجود دارد. مرد، زن، سفید پوست، سیاه پوست و حتی بنفش خالخالی. همه ما می توانیم آن کسی باشیم که شب و روز مشغول پرواز است، اما وقتی به خانه می رسد و می بیند کثیف است، به جای سرزنش کردن خانواده و هم اتاقی‌هایش همان لحظه شروع به تمیز کردن می کند، زیرا نمی تواند وظایف ناتمام را نادیده بگیرد. در سراسر جهان چنین افراد خارق‌العاده‌ای وجود دارند.
پوشیدن یونیفرم مهم نیست. مدرسه سختگیری که از آن فارغ التحصیل شده اند مهم نیست. نشانها و مدالهایشان اهمیتی ندارند. مسئله خواستن است. گویی فردایی وجود ندارد، زیرا ممکن است واقعاً وجود نداشته باشد. مسئله فکر کردن به بقیه و تعیین دسته‌ای از اصول اخلاقی برای خود است که شما را از دیگران جدا کند. یکی از این اصول تلاش برای مثبت کردن هر چیز منفی است و اینکه وقتی اوضاع رو به وخامت می رود آماده باشید که از خط مقدم هدایت کنید. طرز فکرم در کوه جورجیا این بود که در سناریوی واقعی چنین طوفانی پوشش خوبی برای حمله دشمن است. بنابراین با دیگران همراه نشدم و پی گرمان نگشتم. عمیق‌تر شدم و خنجرهای یخ و برف را با روی باز پذیرفتم و سمت غرب را طوری حفاظت کردم که انگار وظیفه من بود، چون واقعاً اینطور بود و هر لحظه از آن را دوست داشتم. در باد چشمهایم را تیز کردم و همانطور که تگرگ به گونه هایم میخورد از اعماق وجود پیچیده ام در تاریکی شب داد زدم. چند تن از بچه ها صدای مرا شنیدند و میان درخچه های شمالی سر درآوردند و استوار ایستادند. یک نفر دیگر از شرق و یکی دیگر در انتهای شیب جنوبی ظاهر شد. همه میلرزیدند و خودشان را در کت بارانی کتان و ناچیزشان جمع کرده بودند. هیچ کدامشان نمیخواستند آنجا باشند، ولی برخاستند و وظیفه خود را انجام دادند. با وجود یکی از بیرحم‌ترین طوفان‌های تاریخ مدرسه تکاوری، محوطه را کاملا تحت کنترل داشتیم تا اینکه مربیان از بیسیم به ما اعلام کردند که به خاطر سرما داخل بیاییم. آنها یک چادر سیرک به پا کرده بودند. به صف وارد چادرها شدیم و دور هم نشستیم تا طوفان تمام شد. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. هفته‌های آخر در مدرسه تکاوری را مرحله فلوریدا می‌نامند. یک FTX 10 روزه که در آن 50 نفر به عنوان یک یگان نقطه به نقطه با GPS مسیری باریک را راهیابی می‌کردند. این تمرین با پرشی ردیفی از داخل هواپیمایی در ارتفاع نیم کیلومتری به زمینهای باتلاقی نزدیک ساحل فورت والتون شروع شد. در رودخانه ها راهپیمایی و شنا کردیم، پل‌های تنابی برپا کردیم و با همکاری دست‌ها و پاهایمان تابخوران از روی پل به سمت مقابل برگشتیم. نمی توانستیم از خیس شدن اجتناب کنیم. دمای آب دوروبر 4 درجه سانتیگراد بود. همه ما این داستان را شنیده بودیم که در زمستان 1994 هوا آنقدر سرد شده بود که 4 نفر از کسانی که قرار بود تکاور شوند در مرحله فلوریدا از سرمازدگی جان خود را از دست داده بودند. سرما و نزدیکی به ساحل مرا به یاد هفته جهنمی انداخت. هر زمان متوقف می شدیم افراد جمع می شدند و می لرزیدند، ولی طبق معمول من سخت تمرکز می کردم و نمی خواستم کوچکترین ضعفی از خود نشان دهم. این بار به گرفتن روح مربیانم فکر نمی کردم. می خواستم به افرادی که داشتند تقلا می کردند شجاعت ببخشم. اگر لازم بود 6 بار عرض رودخانه را می رفتم تا به یکی از بچه ها کمک کنم پل تنابیش را گره بزند. گام به گام آنها را راهنمایی می کردم تا بتوانند ارزش خود را به افسر تکاور نشان دهند.
خب دوستان، این اپیزودم همینجا به پایان رسید و ممنون که تا آخرش با من همراه بودین. اکنون او رئیس عملیات BUDS است. آنقدر بدون تغذیه مناسب کالری سوزانده زیرا در شرایط اضطراری آب و هوایی بودیم که برنامه آموزشی گروه توسعه جنگاوری ویژوی و امیدوارم این اپیزود و کلن این زندگی نامه و همه مطالبی که توی این کانال قرار میدم انقدر مفید باشه که شما کانال رو سابسکرایب کنید، لایکش کنید و نظرتون رو توی کامنت ها به من بگید، چون خیلی میتونه به من کمک بکنه برای محتواهایی که در آینده میخوام توی کانال قرار بدم. امیدوارم همیشه خوب و خوش باشید و تا اپیزود بعدی خدا نگهدارت.